امروز президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آل شیخ را به حضور پذیرفتند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که ما عربستان سعودی را شریک مهم خود در جهان عرب و اسلام می‌دانیم. جانب‌ها از رشد مناسبت‌های دولت‌ها در جدای دیپلماتیای پارلمانی اظهار قناعتمندی نموده به تقویت بیشتری آن اظهار هوسمندی کردند. با تحکیم رابطه‌های سیاسی، همکاری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بشری توجه زیاد ظاهر گردید. راه‌اندازی و توسعه همکاری برای تطبیق طرح‌های مشترک سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصادی تاجیکستان که مورد توجه هر دو جانب قرار دارند مهم ارزیابی گردید. گفته شد که ادامه جلب مؤسسه‌های مالیوی عربستان سعودی برای تطبیق لایحه‌های دارای اهمیت ملی و منطقوی برای همکاری‌های متناسباً سودمند مساعدت خواهد کرد. گسترش رابطه‌ها در ساحه‌های صنعت سبک، خوراکواری، داروسازی، بخش‌های اگراری و زیرساخت‌های نقلیاتی از سمت‌های مهم همکاری نامیده شد. راه‌های توسعه رابطه‌ها در بخش‌های علم و معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و سیاحت نیز در مرکز توجه قرار داشت. گفتگوی سودمند همچنین دایر به مسائل روزنامه بین‌المللی و منطقوی صورت گرفت. در این زمینه با عربستان سعودی برای دستگیری تشبث تاجیکستان در خصوص اعلان کردن سالهای 2027-2036 همچون 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اظهار سپاس کرده شد.